سبگا چطوری بچه ها؟ شادو آف کینگ هستم. اومدم با یه ویدیو خفن دیگه. بچه ها این دفعه میخوایم بازی ترافیک رایدر رو تستش کنیم و بازیش بکنیم. یه بازی خیلی خفن. خب من از بچه ها رو کمش میکنم، گوشم درد گرفت. بچه ها این بازی اینجوریه که یه موتور ما داریم که این موتور منه که میریم داخل راه به صورت مستقیم رانندگی میکنیم و چند تا ماشین میاد جلومون، باید از بینشون لایه بکشیم. بچه فکر کنم بیشترتون بازی کرده باشید. بریم که تستش بکنیم. من چند مرحله رفتم، الان مرحله نمیدونم چندشم، نمیدونم دقیقا مرحله چندشم، ولی خیلی رفتم جلو. خیلی خوب میشه. ماموریت این مرحله اینه که 4 کیلومتر در 80 ثانیه طی کنیم. 2000 تا چیز بهم میده، چیز بهم میده، دلار بهم میده، 2 تا هم گلد بهم میده. آقا بریم استارت بزنیم گیمو. اوکی لیتس گو. خب من بوق و تک چرخ برام آزاده بچه ها. یه چیز من جدیدم فهمیدم بچه ها، بعد از اینکه چند وقت بازی کردم فهمیدم که از این وسط بریم کنین که به ماشینا برخورد نکنی خیلی بیشتره. خب الان من چرخم کامل شد. محمد اصلا بنازم عالی. اینقدر بچه ها دیدی چقدر تک چرخم خفن بود. خب از این طرف محبود گنزت میگم محبود اسم یکی داداشمه، یعنی صداش میکنم اسم رو صدا میکنم. برو بریم آقا. احمد وای میخواستم بگم وای داشتم ترمز میگرفتم، میخواستم بگم واه چه ترمز خفنی گرفتم، خوردم بکم ماشینا. چقدر زایه بود. بگو بچه از این وسط میریم، هم از بغل ماشینا میتونی لایه بکشی، هم میتونی هم میتونی چیز گیر بیاری. دستی که میریم بچه هم میتونی از اون زمان ها گیر بیاری، از که از بغل میریم. بچه یه دست دیگه میریم. اگه این دستم باختم میرم سراغ اون یارو بی نهایته که کاپیه. برو بریم آقا. اوکی آقا خوب دارم میرم. ترمز یک ثانیه دیرتر ترمز گرفته کنار دیگه. 1 ثانیه دیرتر ترمز گرفته بودم، چیز شده بودش، خورده بودم به ماشینه. بچه من این موتور سبزه رو فعلا تونستم بگیرم، حالا دارم پول جمع میکنم داخل بازی، برم یه موتور بهترم بگیرم. اگر میخواید بازی رو با صورت مد شده بریم یا واقعا اون هک شده، اگه میخوایم یه پارت برم مد شده همین بازی رو حتما بهم بگید. اوقا چه 6 5 4 3 2 1 نه 47 کیلومتر مونده بود. خب بچه یه دستم میریم چیز این انگلیس. فعلا میرم اینجا. اوکی آقا برو بریم. بچه شاید براتون سوال شده باشه که موتورت سبزه بعد دستکشات زرده. خب ببین اون به خاطر اینه که تخواهیم یه دستکش خوب داشته باشم. من خیلی هم به ستش فکر نکرده بودم، لعنت بهت، خیلی به ست کردنش فکر نکردم. بچه این دست تستی بودش، چون صحبت میکردم حواسم پرت شد، بکنم باید کات بزنم اینجاشو. خیلی خوب. ولی بچه هایی که مثلا واقعا مثلا همین بازی هست، مثلا اگه میشدش داخل وی آر بازیش کرد خیلی خفن میشد. فکر کن بچه اینجوری رانندگی کنی
با یه همچین سرعتی با اون موتور آخریه که خیلی ساعتش باله با ویار. وای برای بچه که نمیدونم ویار چه، ویار میشه عینک واقعیت مجازی. 200 تا نشد 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا 600 تا بابا 700 تا 800 تا 900 تا 1000 تا 1100 تا رو رفتم. وای بچه من یکی دیگه ادامه میدم. تک چرخ خب این میخواد این طرفی برسه این طرفی برم. آی بخوای کدوم طرفی بری عمو؟ خب میخوای این طرفی بره. وای بچه اگه تونستم این پله رو تمامش کنم بعد لایک و ساب کنید. آها وای سر لایک و ساب من سر لایک و سابه محمد علی. بچه باید لایک و ساب کنید. بچه لایک این ویدیو به 50 تا دونه برسه چیز میکنم، اسم واقعی ما میگم داخل چیز. اگرم به 367 تا برسه، خب اگرم به 367 تا برسه فیس ریویل میکنم. آقا دمتون گرم ویدیو رو دیدید، لایک و دنبال فراموش نشه. دوستتون دارم تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.